ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 32. شب تاریک، باران و برف میبارد. در لای زمین اسب و آدم تامیان میغاتد. اسب‌هایی که 3 ماه باز روی سیری را ندیده از پای ماندند، برای از لای کشیده برآوردن سواران خود کار نمی آیند، بلکه سواران مجبورند که پیاده شده تامیان در لای غوطیده سواری های خود را از لای کشیده برآورند. قافله با همین احوال از دوشنبه برآمده به راه درآمد. غیر از 60 خانوار یهودیان دوشنبه که زن و مرد، صغیر و کبیر، پیر و جوانی سر و پا برهنه با حمایت عسکران سرخ از دست باسمچیان می گریختند، کسی صدایی نمی برآورد. پس و پیش راست و چپ قافله را عسکران سرخ سواره و پیاده پاسبانی می کنند. اسباب خورخانه، بیماران سراج نشین و توده گریزگان از میان جای راه راهی می شوند. دشواری راه را از همین قیاس باید کرد که از ساعت 10 شب تا ساعت 9 روز به زور 8 چقریم 1 فرسخ راه طی شد. باسمچیان که از این حال بیخبر مانده بودند، بعد از برآمدن آفتاب از احوال خبردار شده اطراف قافله را فرا گرفتند. از پیش و پس و راست همیشه تیرباران کرده راه را به عسکران سرخ تنگ می کنند. به بالای این هر قدر پل کپروک که در راه باشد ویران کردند. اهالی ریگر، سریاسیا، یورچی و دیهنه بر این شهر و قشلاق‌های سری راه را عسکران سرخ می آیند گفته ترسانده گریزاندند. بعد از گریختن اهالی آنجاها را تاراج کرده عمارت و انبارهای غله را می سوزانند. اما عسکران سرخ قافله را نگهداری کرده پیش می روند. زنان و مردان پیرسال و بچگان خردسالی یهودیان را به اسب‌های خود بار کرده پیش می روند، در حالتی که از پس و پیش و راست و چپ با باسمچیان جنگ می کنند پیش می روند، مانند آنکه نشان زنان ماهر گرگان وحش را پیش کنند، دشمنان خود را پیش کرده به خود راه گشاده می روند. مانند تنگ از پس و پیش و از پهلوهای خود تیر برآورده به پستی ها، بلندی ها، جوی ها، جرها، کوه ها و کوتل ها نگاه نکرده پیش می روند. فصل 19. جشن ظفر. در میانه دیهنه و بایستون یگانه گذرگاهی هست که باید هر رونده و آینده از اینجا گذرد. این گذرگاه انبارسای نام دارد. گذرگاهی سیل بوده به مرور ایام با گذشتن سیلاب ها در این غارها، گمها، پستی ها و بلندی ها به هم رسیده یک مانعه طبیعی پیدا شده است. چنانکه اگر یک آدم با یک ملتق سری راه را گیرد، به آنکه تیری طرف مقابل را به خود رساند، برای 10 آدم راه را می بندد. انور پاشا که از دوشنبه تا اینجا به عسکران سرخ دست نیافته بود، این ورطه را مناسب دریافته دام خود را در اینجا نهاد. به مانعه های طبیعی چندین خندق ها و شنک ها را موافق فن حربی امروزه ساخته علاوه نمود. 4000 باسمچی تیرانداز را که از 10,000 یک کچین کرده برگزیده گرفته بود در اینجا جای داد. برای هر گروه یکی از ترکان کار آزموده و جنگ دیده خود را فرمانده تعیین کرده، فرماندهی عمومی را به دست خود گرفته برای پیشواز عسکران سرخ تیار ایستاد. عسکران سرخ و پارتیزان‌های سرخ محلی که در شماره تخمیناً 10 این پیشوازگیرندگان خود بوده، در هر قدم 1000 مشقت را دیده می آمدند. ناگهانی به این مانعه برخورده با یک فرمان سردار خودها را به زمین انداخته به گوک کشی در آمدند. تیر از طرف دشمن مانندی باران می بارد
غیر از توده های برف هایی که سر و تن خود را در آن پنهان کرده گوم میکشند سپری نیست. غرش توپ و پرش میلتیق غلغله در کوهسار میانداخت. عسکران سرخ به همین حال در 3 ساعته گوک کشی به لب خندق ها رسیدند. دشمن گریخت و از وی جز خندق های پر از پتران های خالی اثری نماند. عسکران سرخ در قرارگاه دشمن که خیلی موافق تکنیک جنگی این روزه ساخته شده بود آرام گرفتند. سردار جنگی عسکران سرخ را با غلبه کردنشان به مشهورترین سرداران جنگی دنیا تبریک کرد. در جواب تبریک سرودی بین المللی که با یک آواز خوانده شد کوهسار را به صدا آورد. گویا کوهسار هم سرودی بین المللی خوانده این ظفر را تبریک می کرد. نه شاه و نه توانگرم، لباس کهنه در برم، بلشویکیست رهبرم، داخنده قهرمان میشم. پای پیاده می روم، راه کشاده می روم، دست نداده می روم، داخنده قهرمان میشم. کوه و کتل گذرگهم، سینه به برف می نهم، لیک چو برق می جهم، داخنده قهرمان میشم. خوانده شدن این نقش از طرف یک تاجیک تنتنه این جشن ظفر را دوبالا کرد. معلوم است که این تاجیک قهرمان حکایت ما یادگار و به قول بخاریان داخنده بود. فصل 20 کوه آتشفشان. در قشلاق کافرون بایسون بارگاهی مانند بارگاه امیر سابق بخارا برپا شده بود. گرداگرد بارگاه را اسکران تاجیک، افغان و ازبک که لباسهای عسکری اروپایی پوشیده بودند در زیر فرمان ترکان عثمانی نگهداری می کردند. در پیشگاه بارگاه خانه را آراسته بودند که در آنجا سردار در زیر لباس نظامی در حالتی که سر و بازو و صفهای سینه خود را با پگان و نشانها زینت داده بود نشسته به خریطه نگاه می کرد و جاجای خریطه را با قلم قرنداش نشان کرده به کاغذ دیگری که در پهلوی آن خریطه پهن بود چیزی می نوشت. حاجی لطیف دیوان بیگی از حضور جناب عالی امیر بخارا آمده است. اگر رخصت عالی حضرت پاشا شود بعد از بوسی مشرف کردم میگوید. سردار پس از چند دقیقه شنیدن این سخنها به آنکه سر خود را از خریطه بردارد پس از 15 دقیقه در آیت گفت. پیش خدمتی که دست خود را با پیشانه خود نهاده عرض حال حاجی لطیف دیوان بیگی را رسانده انتظاری میکشید، با شنیدن جواب سردار سر خود را با احترامی تمام خم کرده خب گویان از در برآمد. سردار تکرار در مطالعه خریطه فرو رفت. بعد از 15 دقیقه پیش خدمت باز در آمد، اما این بار چیزی نگفته دست خود را با پیشانه خود نهاده ایستاد. سردار پس از آن که 10 دقیقه دیگر خریطه را نشان و کاغذ را سیاه کرد خب گوی در آیت گفت. یک شخصی تخمیناً 45 ساله‌ای بلند قامتی میانه ریشکی سله خود را به گردن و پیشانه خود فراورده پیچانده بسته بود از در آمده به پیش آستان دوزانو نشسته مانند آنکه امیر بخارا را دعا می کرده باشد با همان ترتیب و آداب به او دعا کردن سردار در آمد. اما سردار به تمام شدن دعا منتظر نشده چالاکانه از جای خود خیست و با مهمان خود که او هم برای احترام سردار از جای خود خیسته بود مگر به زیارت حاجی لطیف وای مشرف می شوم؟ گویان گرم و سوزان ملاقات کرد و برای او جای نشست داده خود هم به جای خود نشست. پس از پرسپاس احوال خود حاجی لطیف مزاج شریفی برادرم جناب عالی بخارا چگونه است؟ گفته پرسید. الحمدلله گفت حاجی لطیف. وقتی جناب عالی از هر وجه خوش است، به دعای جاندرازی حضرت پاشا مشغولی دارند، سلام دوستانه می رسانند و همه امیدشان را اول به خدا دویم به حضرت پاشا بستند و امیدوارند که با یاری خدا و پیر و حضرت پاشا به زودی به تخت بخارای شریف زینت بخشا شوند.
ما چند گاه باز برای به یک انتظام تابع شده متفقانه کار کردن قرباشیان که هر کدام خود را حاکم مطلق یک قشلاق یا مضافات می دانستند و بیشترین برای نفوذ در بین خود جنگ می کردند کوشش داشتیم. عاقبت با حسن توجه برادرمان جناب عالی امیر بخارا یک درجه به این مقصد رسیدیم. الحال همه قرباشیان سمرقند، بخارا، شهر سبز، قرشی، غوزار، شیرآباد و عموما قرباشیان بخارای شرقی به ما اطاعت و انقیاد دارند. بیشترینشان با دسته های مجاهد خود به اینجا حاضر شدند که در زیر فرمان ما کار میکنند. گردن شخترین قرباشیان ابراهیم بود که وی هرگز به ما اطاعت کردن نمیخواست. ملاهای جاهل هم به وی یاری میدادند. بینید ملایان به وی به چی مضمون خط کردند. گویان سردار از جزدان خود مکتوبی را برآورده خواند. امیر المؤمنین سلمه الله تعالی هو الفتاح. امارت پناه عزت جاهی میری بی دادخواه لشکرباشی را به دست توفه دعا و سلام رسیده بود که مایان علمایان دعاگویان معتقدی صمیمی در سلطان آباد عیدی مبارک را گذرانیده اجتماع شده مصلحت نمودیم که چند کس از جناب عالی و از جناب شما گشته بقیه شده است. گفته میشنویم. جنابشان به ماهان معلوم نماید که کدام کس باشد به انور متابعت نمودگی ها را از روی کتاب روایت ایامه کافر گردانیده همه علمایان و فقرایان جمع شده اول از خود لقای بقیی شدگی ها را موافق شرعی شریف به قتل می رسانیم، بعده به غذا می رویم و ثانیاً از غیر لقای از تاجیکیه و از قرلوق به انور متابعت کردگی ها را به مایان معلوم کنید. موافق شرعی شریف همه علما و فقرایان جمع شده به قتل می رسانیم. از روی شرعی شریف مایان کار می کنیم. جنابشان به مایان حواله کرده استید هر بدنامی باشد در بالای مایان شود. اگر به جنابشان معقول باشد باز خودشان بیشتر و خوبتر می دانند. التقصیر السلام علیکم. مهر و امضای صاحبان مکتوب. یکم ملا محمد سلیمی مدرس. دویم خلیفه ملا الله نظر مهدوم. سیوم ملا اسمت الله مهدوم. چهارم ملا علی محمدی مدرس. پنجم ملا تقوی مرادی مدرس. ششم ملا عبدالرحمن مخدوم. هفتم مخدوم محمدی تخصبا. ما ضابطان عثمانی، گفت سردار، در اینجا ابدی نمیمانیم. هرگاه مملکت را از بلشویکان پاک کرده به جناب عالی سپاریم به وطن خود می رویم. این وطن شما یک خزینه سرپوشیده است که برای کشادن آن قوه کارگری هم از خودش می براید. هرگاه ما اینجا را از بلشویکان پاک کنیم پولی دولت‌های پولدار خصوصا انگلیس به بالای اینجا بازی خواهد کرد. تاجیکان یک مسئله خوب دارند. اگر پول باشد در جنگل شوربا میگویند. در آن وقت حکومتداران اینجا اختیار و امتیاز خزینه های نهانی مملکت را با قوه کارگریش به دست دولت های پولدار سپرده و بدلش خزینه طلاهای نقده گرفته به خوشی حکمرانی خواهند کرد. سوداگری رواج خواهد گرفت که از این راه هم حکومتداران اینجا فایده های کلان خواهد برداشت. اما عقل قرباشی ها و ملاهای جاهل به این کارها نمی رسد و می خواهند در یک دیه یا ناحیه حکمران باشند و خورده خوابند. هرچی باشد با فرمان غذا جریان پی در پی برادرمان جناب عالی ابراهیم به سری اطاعت آمد و با 1200 نفر نوکران خود به لشکرگاه ما آمده فرآمد. الحال قریب 10,000 مجاهد جنگی بایدسون را نگینوار به میان گرفتند که با یک هجوم مردانه کار این شهر را هم تمام خواهیم کرد. پس از آن نوبت شیرآباد می رسد که به دست آوردن آن علاقه ما را به جناب عالی نزدیک می کند. 100 شتر لباس نظامی، سایر اسباب‌های جنگی و طبی که با کوشش جناب عالی و دستیاری اسماعیل دیوانبیگی از هندوستان به دست آمده بوده است به ما رسیده کاری ما را خیلی خوب کرد. پس از این هم این گونه کوشش و یارمندی ها را دریغ نداشتن در کار است. 30,000 افغان غزا طلب که بیشترین آنها از حدود هندوستان به دست در آمدند منتظر رخصت و فرمان حضرت پاشاهند. هرگاه اجازت عالی شود آمده قوت غازیان اسلام را دوچندان خواهند کرد. گفت حاجی لطیف. درست است.
گفت سردار. همه این کارها نشان می‌دهند که ستاره اقبال به طرف اسلام تافته است. حاضر در جایهایی که به دست بلشویکان است طرفداران ما هستند و از درون ایستاده به منفعت ما کار میکنند. پیاده از بایسون آمده است. به حضرت پاشا مکتوب و عرض مخفی دارم میگوید. گفت پیش خدمت سخنی سردار را برید. گوی در آید گویان سردار به خریطه‌ای که پس از آمدن حاجی لطیف از مطالعه محروم مانده بود یک نظر انداخت. پیاده در آمده مکتوبی را به دست سردار داد. سردار مکتوب را گشوده به خواندن شروع کرد. در اثنای خواندن مکتوب از چشمان سردار علامت اندیشه نمایان می گردید. اما با یک تبسمی ساخته کوشش می کرد که اندیشه های خود را از ظاهر شدن نگهداری کند. پس از خوانده شدن مکتوب به حاجی لطیف نگاه کرده. خبری خوش، حاضر می آیم. گویان پیاده را با خود گرفته به خانه دیگر گذشت و پس از آن که با وی قدری گفت و شنود کرد پس گشته به خانه اولی آمد. پیشکی از قصد دشمن خبردار شدن هم نیمه ظفر است. گویان به جای خود گذشته نشست و به حاجی لطیف که با نگاه های خود میخواست از چگونگی حال خبردار شود نگاه کرده. دشمن امشب میخواسته است که به ما هجوم نماید و با ساعتی خود نگاه کرده. حاضر از شب 2 ساعت گذشته است. فرصت داریم. گویان قلم را به دست گرفته به کاغذ نویسی شروع کرد و در اثنای خط نویسی پیش خدمت را صدا کرده. علی رضا را گوی گفت. تا آمدن علی رضا چند پارچه کاغذ دیگر را با چست و چالاکی سیاه کرد. علی رضا هم در آمده دست خود را با پیشانه خود نهاده با یک احترام عسکری فرمان گفته راست ایستاد. سردار یکی از کاغذهای نوشته خود را به دست علی رضا داده. این برای خودت است. باید تو موافق این فرمان اسکران برگزیده خودت و غازیان افغان را از روی نقشه در راه بایسون پاسبان مانی و خود با دسته سوارانت از بالای آنها خبرداری کنی. کاغذهای دیگر را هم به دست وی داده. اینها را با سواران معتمد به قشخانه های قرباشیان رسان. باید که همگی در نیم ساعت حاضری دیده به میدان جنگ برآیند. علی رضا به چشم گویان سر خود را خم کرده از حضور سردار برآمد. سردار هم تپانچه خود را به گردن حمایل کرده دوربین را به دست گرفته از خانه برآمده خود را به بالای بام گرفت و دوربین را به چشم خود نهاده به طرف بایسون چشم دوخت. خیلی فرصت گذشت. نه از طرف بایسون و نه از طرف قشخانه های قرباشیان حرکتی از عادت بیرونی نمایان نمی شد. تنها اسکران سواره و پیاده‌ای که در اطراف بارگاه بودند در جنبش در آمده به طرف بایسون می رفتند. سردار به یکی از 4 نفر پیش خدمتان ترکی عثمانی که در بالای بام یک قدم از خودشان پستر ایستاده بودند نگاه کرده. زود رو. از علی رضا پرس که فرمان را به قرباشیان رسانده است یا نه؟ پیش خدمت چالاکانه از بام فرآمده پس از 1 ساعت باز آمد و کاغذی را به دست سردار داد. سردار به کاغذ با روشنایی گوگل زدن نگاه کرده. گفته می شود که فرمان در ساعت خود رسیده است. اما چرا از این تنبلان تا حال خبری نیست؟ گفت. به ناگاه صدای ملتیق و پولمیات از طرف بایسون بلند شد. کار سر شد، گفت سردار و دوربین خود را به طرف قشخانه های قرباشیان گردانده چشم دوخت. هنوز جنبش نمی نماید. من که امیر لشکر اسلام نایب جناب عالی امیر بخارا و داماد خلیفه مسلمین انور می باشم، فرمایش می کنم که همه غازیان دقیقه نگذرانیده تیار شوند و به جنگاه برآیند. گویان سردار فریاد کرد. باز اثری نیست. این فریاد 2-3 بار تکرار یافت اما نتیجه هیچ. سردار شتابکارانه از بام فرآمد و از طلب کرده سوار شده به طرف قشخانه رحمان مینباشی که به نزدیکی بارگاه بود راند و رفته به قشخانه در آمد که نفران عبدالرحمن مینباشی هر کدام با بچه‌ای در زیر درخت خوابیدند و خود عبدالرحمن هم در خانه‌ای که بر روی صفحه آن 2-3 نفر سازندگان نشسته هر کس که غازی میشه به برکشت بیریشه گویان دایره و دنبک می نوازند با بچه خوابیده است. سردار مانند کسی که به یک فلاکت ناگهانی برخورده باشد قدری در حیرت افتاده این منظره را تماشا کرد و پس از آن
به حال آمده دشنام داده بانگ زد. اما صدای توپ و تفنگی که از نزدیکی بارگاه می آمد به سردار فرصت نداد که این غازیان فاسق خود را به کار درآورد و یا به قاشخانه های دیگر رفته در آن جاها هم مانند این منظره را به چشم خود بیند. فوری از چارباغ برآمد و به طرف قرارگاه خود اسب رانده به در بارگاه آمده دید که آنجا را تاراج کردند. سردار زیادتر در حیرت افتاد. پیش خدمت پیش آمده عرض حال کرده گفت که پس از رفتن حضرت پاشا عبدالجبار قرباشی شهر سبزی با دسته خود آمده خزینه و قرخانه را تاراج کرد. چند خرجین طلا و قسم از عراقها را گرفته گریخت و پس از آن ایشان سلطان با دسته از افغانان آمده 2 خرجین طلا را برداشته وی هم گریخت. سردار فرصت نیافت که در حق این غازیان دوزی خود چیزی گوید. کوه آتش فشانی از طرف بایسون نزدیک رسیده آمده ایستاده بود. آنهایی که با یک دلیری بیشورانه به مقابل وی می ایستادند مانند سنگ ها و درخت هایی که به مقابل جریان لاوه کوه آتش فشان ایستاده باشند در یک چشم پوشیده کشادن نیست و نابود می شدند. بیزاد به جنگ در آمدن سردار هم هیچ فایده ای نبخشید. بعد از چند ساعت در میدان جنگ غیر از پشته های کشته چیزی دیگری نمانده بود. آره، قرارگاه باسمچیان کوهی برفینی بود که در مقابل آتشفشانی عسکران سرخ پایداری کرده نتوانست و با تأثیر لا و آب شده سیل جوشان گردیده به هر طرف رفت و هر چیزی را که در راهش راست آمد سوخت، خراب کرد و با خود گرفته برد. این بود که باسمچیان زنده مانده دسته دسته شده هر کدام به جاهای اصلی خود گریختند و هر چیزی را که به پیششان راست آمد از تاراج کردن و سوختن آن ذره فرو گذاشت نکردند. خود انور پاشا قریب 1000 نفر اسکران برگزیده خود را با خود گرفته در سر قمیش دوباره طالع آزمایی کرده باشد هم غیر از تلفات کلی فایده دیگری ندید. فصل 21 لشکر شاخ درخت. اسکران سرخ دسته های باسمچیان را دنبالگیری کرده در 24 روز به دوشنبه رسیده در قشلاق چارهکاران باز ایستادند. در این سفر 24 روزه در راه در قشلاق و قرغانها غیر از باسمچیانی که برای تاراج کردن اهالی سری راه در گریزه خود سکته آورده جا جا پس می ماندند به مدعی بر نخوردند. اما از قشلاق چارهکاران به شهر دوشنبه حرکت کردن اسکران سرخ قدری به سستی انجامید. زیرا از علامت ها معلوم میشد که باسمچیان در دوشنبه و اطراف آن خیلی تیاری دارند. پلها کپرک ها را تماما ویران کرده در سر راه یک قطار شینک و خندق ها برپا نموده بودند و از چنگ و خاکی که از دوشنبه به آسمان میپیچید تخمین کرده میشد که در آنجا باید 30-40 هزار نفر مرد جرار جمع آمده باشد. اسکران سرخ به همین ملاحظه از چارهکاران شهر را به زیر توپ گرفتند. بیگاهی از آنجا برگشته در قشلاق مارتیپه منزل گزیدند. روز دویم باز به چارهکاران آمدند که امروز از دیروزه هم زیادتر چنگ به آسمان می براید. تکرار شهر را به زیر توپ گرفتند. از طرف شهر علامت هجومی سواران که گردبادی چنگ و خاک است به چارهکاران نزدیک می رود، اما از خود سواران اثری نیست. امشب هم اسکران به قشلاق مارتیپه برگشته اطراف خود را مستحکم کرده پاسبانی هوشیار گذاشته خوابیدند. روز سیوم باز به قشلاق چارهکاران آمدند، اما این دفعه هرچی باد آباد به شهر هجوم کردنی شدند. پس از یک قطار توپزنی که تیری آن به درون خاکباران دوشنبه گم شده نتیجهش معلوم نمی گردید در تاز اسب به طرف شهر هجوم کردند. هر قدر که اسکران سرخ به شهر نزدیک می رسیدند گردبادی چنگ و خاک کمتر می شد. عاقبت به شهر نزدیک رسیدند. هنوز از مقابلت دشمن اثری نیست. به شهر در آمدند. باز چیزی نمی نماید. کوچه های شهر را از یک سر گردش کرده بر آمدند. غیر از شاخ های درخت که دسته دسته به کوچه افتاده بودند چیزی را ندیدند. پس معلوم شد که باسمچیان برای نگهداری شهر چاره آخرین گفته
شاخهای درختها را بریده و اسبان خود بار کرده در کوچه ها گرداندند و با این تدبیر قوت خود را خیلی کلان نشان داده به چشم عسکران سرخ خاک پاشیدنی شدند. فصل 22. سردار بی‌طالع. در اولهای ماه اوگوست سال 1922 در یکی از قشلاق‌های ولایت بلجوان دسته از باسمچیان برای عید قربان جمع آمده بودند و مردم را در مسجد غم کرده به مقابل بلشویکان و اتفاق بین خود تشویق می کردند. در اثنای گرمی مجلس شخص ناشناس پیدا شده در گوشه‌ای به طهارت کردن مشغول شد. سردار باسمچیان که در آن جاها نابلد بود چه کس بودن این شخص ناشناس را از مردم پرسید که یک نفر تاجیکی فقیر است که برای ادای نماز عید قربان آمده است. گفته جواب داد. مجلس تمام شد. همه طهارت ها را تازه کرده برای ادای نماز عید تیار شدند. اما از دل سردار شبهه برطرف نمی شد. هر کس به نظرش جاسوس حکومت و هر سیاهی علامت عسکر سرخ شده به نظرش می نمود. عاقبت شبهه خود را پنهان کرده نتوانست. آن شخص ناشناس را دست گرفته بیارید، از وی گپ پرسیم، گفته به نوکران خود فرمان داد. نوکران هرچند 4 طرف را کافتند، غیر از نقش پا و سرگین اسبی که در پس دیوار 15 دقیقه پیش از این بسته شده بوده است دیگر نشانه را نیافتند. از شنیدن این احوال شبهه سردار زیاد شد. مسلح شده به هر احتمال حاضر ایستادن را به آدمان خود امر فرمود. بسیار دیر نکشید. از طرف تخمیناً 30 نفر عسکر سرخ سواره و یک چند پارتیزان ها با یک پولمیات پیدا شد. عسکران سرخ تا به اسبهای خود سوار شدن باسمچیان اطراف را فرا گرفتند. جنگ سر شد. تیر پولمیات مانند آبی که از فواره برآید به سر باسمچیان پاش می‌خورد. سردار نوکران خود را به عکس هجوم امر فرموده خودش پیش در آمد. باسمچیان و عسکران سرخ با هم آمیخته دست به گریبان یکدیگر شدند. اکنون بیشتر به جای میلتیق سرنیزه و به جای تپانچه شمشیر کار می‌کرد. مردگان و مجروحان به میدان افتادن گرفتند. باسمچیان گریختند. عسکران مسافت آنها را پیش کرده رفته عاقبت گم کردند و به راه خود بازگشتند. در وقت بازگشت در میان کشته شدگان 2 مرده صاحب شوکتی را دیده لباسهای آنها را کشیده گرفتند. وقتی به قرارگاه خود آمده لباسها را تفتیش کرده دیدند از 2 لباس 2 مهر برآمد که در یکی از آنها کلمه دولتمندی، به دیگر امیر لشکر اسلام و داماد خلیفه مسلمین انور نقش کرده شده بود. با همین بی‌طالعی ایام حیات 42 ساله انور پاشا که پیشترینش با سرگذشت جویی های گذشته بود به پایان رسید. فرمانده این گروه عسکر سرخ پس از آن که نفران خود را با این ظفر نمایان تبریک کرد به یک نفر تاجیکی که او را در سفر خود به صفت راهنمایی با خود گرفته بود نگاه کرده. تو هم سزاوار تبریکی. اگر سنجده‌کاری های تو نمی شد ممکن بود که ما شکار خود را از دست گریزانیم. یک نفر بخارایی که وی هم در این سفر همراه بود به این تاجیک نگاه کرده. در واقع داخونده کاری نمایانی کرده، آفرین به تو گفت. اگر فقیرانی در پیش مسجد غم شده سر ما را نمی پوشاندند من بعد از افتاده تلف می شدم. این ظفر هم حاصل نمی شد. بنابراین این تبریک و آفرین های شما را به نام فقیران قبول می کنم. گفته داخونده جواب داد. شما گفتار 32 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخونده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاق گفت.